سمیه مامان رو حساب کی میخوای ول کنی بری؟ روزایی که تو خونه نیستی این آبجیات به مامان آب و غذا نمیدن که یه وقت دستگیرش نگیره. من میگم نرو، چون نمیدونی این یارو کیه. چون مامان مریضه تو بری تنها میمونه. چون خونه زندگیمون بو میگیره، ولی اگه رفتی دیگه برنگرد. چون نمیگن اعظمشون شوهرش مرده، لیلاشون خودش شوهر نمیکنه، میگن مشکل از ماست. تو رو قرآن یه ذره هم به فکر ما باشی، کاری نکنی در بدن اینجا تو لوتاشی. گریه نشه‌ای که میگن همینه ها. خود سمیه دیدتش، میگه پسر خوبیه. پسر خوبی ولی این دوستش نداره. این یکی دیگر رو دوست داره، یکی که هنوزم میبینه عکساشو. یه روز با هم تو خیابون دیدمشون، خوابوندم تو گوشه به سر اینم دیگه نذاشتم که خیاطی بره. نرو سمیه، نرو سمیه. اگه ترس این میری نرو. گوله کن شلوار براقشم نخور، اینو گوشیده به سرت تو همه انجام شده.